بابا نرو، اگه برات اتفاقی بیفته چی؟ چرا نرم دادا؟ دخل با خرجم نمیخونه. از صبح تا شب دارم این سگ کار میکنم. نمیشه مگه ترسی دارم که چیزی از دست بدم؟ چرا نرم؟ مامان بابام جلوی چشمام دارم پرپر میشن، هیچ گوی نمیتونم بخورم. مامان من آرزوش منو تو لباس دامادی ببینه. من خودم آرزومه فردا کفم پیچم کنن، خاکم کنن. چرا نرم؟ بذار برم که حداقل شبا با عذاب وجدان نخوابم. بذار برم که فردا اگه بچم ازم پرسید چی کار کردی نگم هیچ گوی نتونستیم بخوریم. بذار برم. بابا وایسا پیاده شو با هم بریم یه جوری فاز این جوونای بدبخت بیچاره غمگین رو به خودت گرفتی، هم زور میزنی، اشک لامصب به در نمیاد. چته بابا تو چند سالته مگه؟ روزی چند ساعت کار میکنی؟ داداش من تو اصلا سنت به ازدواج هنوز نمیخوره. ما اومدیم پیج شما رو دیدیم، شما زندگی خوبی هم داری، اصلا به آدمای بدبخت بیچاره نمیخوری. باشگاهت براه، مکملت براه، ماشینت براه، گوشی آیفونت براه. کجای جهان یه جوونه مثلا 22 ساله ماشین داره، خونه داره، زن داره، پول داره، کار داره، همه چی داره؟ انصافا تو شبیه آدمای مرفه بی‌دردی که فقط میخواد الان موج سواری کنه. همین بگیری دیگه، ویو بگیری، بعد تو خونه هم نشستی بیرون. حداقل برو تو جمعیت، من بگم تو جمعیتی. یه قیافه اینجوری گرفتی توی خیابون خالی تا تحت نگاه می‌کنی یه چراغ روشن نی. یه ویدیو احساسی از خود بذاری از خون جوانان لاله وطن هم زیر صدا، برو یا علی مدد ویو. بدبخت پس فردا همین ضد انقلاب یه بلایی سرت میاره برای اینکه بنز تقصیر جمهوری اسلامی اما گفتم بود. حالا هی بشین خونه پست و استوری بذار. بی خیال داداش، فاز آدمای غمگینو نگی، بهت اصلا نمیاد.